با سلام. نرم افزاری که میخوایم در موردش توضیح بدیم نرم افزار رپید ماینره. نرم افزار برای داده کاوی استفاده میشه. ما تو چند بخش مختلف میایم این رپید ماینر رو کاربردش رو توضیح میدیم. اولین قسمتی میخوایم در مورد اون صحبت کنیم نحوه ایمپورت کردن یه دیتا ست در اون رپید ماینره. سایت های مختلف وجود داره که دیتا ست های کمکیتون وجود داره، ما میتونیم از اون استفاده کنیم. یکی از دیتا ست هایی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم توی این نرم افزار بالانس اسکیل دیتا سته. برای این منظور به اون سایت مورد نظر وصل میشیم. الان بالانس اسکیل دیتا ست برای ایمپورت گرفتن ازش قسمت دیتا فولدر کلیک میکنیم. قسمت بالانس اسکیل دیتا، این قسمت شما کلیک کنید، این اسکیل نیمز نام اون اتریبیوت ها اونو توضیح داده. قسمت اسکیل دیتا کلیک کنید، میاد داده های ما رو نشون میده. این داده ها رو کپی کنید و توی یک اکسل ذخیره کنید. کپی کنید و ببرید داخل اکسل ذخیره کنید. بعد بیاد وارد نرم افزار رپید ماینر شید. نرم افزار رپید ماینر قسمت های مختلفی داره. یکی از قسمت ها قسمت رپوزیتوری. برای اینکه یه دیتا ست رو ایمپورت کنیم میایم قسمت رپوزیتوری، این قسمت کلیک میکنیم. دیتایی که میتونیم وارد کنیم میتونه CSV باشه، اکسل شیت باشه، اکسس باشه، یا دیتابیس تیبل، یا باینری فایل، همون تکست همون هم میتونه باشه. ما اینجا قسمت اکسل دیتا شیت رو انتخاب میکنیم. اون مسیر فایل اکسلمون رو بهش میگیم مثلا بالانس اسکیل دیتا، چون ما میخوایم از این دیتا ست تو قسمت کلاسترینگ و کلاسیفیکیشن استفاده کنیم. حالا دیگه من این دیتا ست رو اضافه میکنم تو همه قسمت ها، فعلا از این استفاده میکنیم. نکست میکنیم، به ما نشون میده کالمایی که داره. بازم نکست میکنیم. خب این قسمت میایم میتونیم صفتامون رو نوعش تغییر کنیم. گفتیم نوع صفتایی که داریم نامینال، بی نامینال، اینتیجر، ریل، دیتا تایم، دیت تایم، هر چی که هست. اولیو ما اینجا صفتامون همیشه نامینال میذاریم، هم نوعش میذاریم لیبل. میتونیم نام ستونامون که میخوایم ازش استفاده کنیم و اینجا عوض کنیم. ریزالت left right left distance r right r distance. میتونیم با این چک پوینت هایی که داریم یه صفت نمایش بده یا نمایش نده. نکست میکنیم. محلی که میخوایم اون دیتا ست قرار ما میام تو همون لوکال رپوزیتوری اسم اون دیتا ستمون رو نویسیم بالانس اسکیل دیتا ست. الان نگاه کنید این قسمت رپوزیتوری بالانس اسکیل دیتا ست، دیتا ست ما اضافه شد. قسمت به صورت خلاصه میتونیم ببینیم و میتونیم الان از این دیتا ست استفاده کنیم. این علامه داخل اینجا روش هم که کلیک کنیم اینجا نشون میده که چه داده‌ای وجود داره. خب برای اینکه حالا ما یه نمونه
شروع کار رپید ماینر رو ببینیم، یکی از کارهایی که رپید ماینر انجام میده کلاسیفیکیشنه. دسته بندی دو تا فاز داره. یه گامش میاد، همون دسته بندی یا کلاسیفیکیشن، یه گامش میاد مدل ساخته میشه و در بخش گام دومش میاد چی پس از ساخته شدن مدل صحت پیشگویی تخمین زده میشه. به چه صورت؟ یعنی یه فاز ترینینگ داره، یه فاز تستینگ. الان برای این کار ما به عنوان مثال میخوایم فاز ترینینگ و تستینگ رو بریم تا حالا بعد قسمت کلاسیفیکیشن حالا یا نیوز یا کاین بریم برای کلاسترینگ. برای این قسمت میایم دیتا ستمون رو وارد میکنیم با درگ اند دراپ. بعد این قسمت والیدیشن رو انتخاب میکنیم، والیدیشن برای کلاسیفیکیشن. ایکس والیدیشن رو میاریم این قسمت، دو تا کلیک میکنیم میره داخل این پروسه فاز ترینینگ و تستینگ. فاز ترینینگ و تستینگ. این حالا برای نمونه مدلمون حالا یه مدل پیش‌فرض انتخاب میکنیم، دیفالت مدل قسمت. بعد میایم اپلای مدل هم اینسرتش میکنیم. این پرفورمنس کارا این مهمه، مثلا پرفورمنس هم چیکار میکنیم؟ بعد الان ما آبجکتامون رو آوردیم، مدل قسمتامون رو آوردیم، باید این پورت ها رو به هم وصل کنیم. کلیک میکنیم، پورت ها به هم وصل میشه. قشنگیش رو مرتب میکنیم. خب برمیگردیم به صفحه اصلیمون. با این قسمت اینجا پورتی داریم وصل میکنیم. و این قسمت ترینینگ اینجا اونم وصل میکنیم. الان آماده است برنامه ما برای اجرا و کافیه چیکار کنیم؟ پلی کنیم. حالا یه نیمی از ما میخواد، حالا میزنیم تست. البته تست اوکی. یه پیغامی میگه ریزالت های جدیدی برای شما شد، آیا خواهد به این ریزالت ها برید؟ بله. میایم این قسمت میبینیم پرفورمنسمون رو داره اینجا داره توضیح میده، حالا تیبل، تکست ویو و انیمیشن. به این صورت دیتا ستامونه، دیتا ویو، پلات ویو، نموداری به ما نمایش میده. این یک نمونه ترینینگ اند تستینگ توی رپید ماینر بود. میتونیم با این قسمت برگردیم رپید ماینر رو ببینیم، اون فاز اصلیمون رو، برنامه‌مون رو ببینیم و با این هم پلی میکنیم. پس این شد یک توضیح کوتاهی در مورد ترینینگ و تستینگ که همون کلاسیفیکیشن مدل ساده رو ما توش توضیح دادیم. در ادامه مطالبی که برای روش‌های دسته‌بندی گفتیم، یکی از روش‌های دیگه دسته‌بندی روش آماری هم مدلی بیزه. تو این روش ما نمیایم مدل تولید کنیم، مدل تولید نمی‌کنیم و کارمون تولید برچسب کلاسه. مزیتش نسبت به روش‌های دیگه اینه که سریع به جواب میرسه و چون اگر یه مقدار احتمالی نزدیک به صفر داشت، بقیه احتمالات هم صفر میشه. چرا؟ چون ضرب میشه. برای این روش اومده از یه
فرایندی استفاده کرده به نام لاپلاس کرکشن. میاد چیکار میکنه؟ این مقادیری که صفر از صفر بودن درشون میاره. خب برای روش بیز مثل روش قبلی که گفتیم میایم چیکار میکنیم؟ دیتا سیتمون رو اینسرت میکنیم، کراس والیدیشن. خب میریم داخل این، گفتیم دو تا فاز تو دسته‌بندی یا کلاسیفیکیشن، دو تا فاز ترینینگ و فاز تستینگ. تو فاز ترینینگ مدلمون رو قرار میدیم و تو فاز تستینگ گفتیم می‌بینیم صحت پیشگویی با استفاده از اون مدل چقدر. پس یه اپلای مدل ما می‌خوایم اینجا و یه پرفورمنس. خب پرفورمنس هم میاریم، پورتا رو کانکت میکنیم. اون لاپلاس کارکشنی که گفتم باید تیک داشته باشه برای مقادیری که نزدیک به صفر اینجاست. اگه دقت کنید این تیکش باید خورده باشه. خب برمیگردیم به پروسه اصلیمون. اینجا هم پورتا رو وصل میکنیم. ترینینگ و اوریج. حالا دقیقاً من اجراش میکنم و دقیقاً تفاوتیش رو با روش کایننی که قبلا توضیح دادیم براتون میبینید. خب اولا اینجا که حالا کلاس ها دسته هامون رو میبینید، کلاس بالانس، کلاس رایت، کلاس لفت. این درصد هر کدوم رو میگه. بعد میایم اینجا پرفورمنس. الان نگاه کنین 91.52 درصد پرفورمنسمونه. همونجوری که دیدید تو کاین برای همین دیتا ست ما اومدیم 3-4 بار دیتا کار تغییر دادیم تا به یه پرفورمنس برسیم. ولی این روش خوبیش اینه که تو همون اولین اجرا سریعا به جواب میرسیم و نسبت به روش کاین خیلی زودتر جواب میده. خب این هم شد یه روش دیگه، کلاسیفیکیشن با استفاده از روش آماری بیز.